سلام، حامد حمیدنی هستم، مشاور ویزای سرمایه گذاری و مدیر وبسایت eb5farsi.com. در این قسمت در مورد مراحل اقدام برای گرفتن گرین کارت از طریق سرمایه گذاری با شما صحبت خواهم کرد. وقتی که شما تصمیم دارین از طریق سرمایه گذاری گرین کارت آمریکا رو بگیرین، اولین قدمی که باید بردارین اینه که باید یه وکیل امور مهاجرتی که متخصص باشه در انجام پرونده های سرمایه گذاری رو انتخاب بکنین و با اون وکیل عقد قرارداد کنین. مرحله بعدی این هست که یکی از مراکز منطقه‌ای دارای مجوز از اداره مهاجرت آمریکا رو انتخاب بکنین که در اونجا باید سرمایه گذاری بکنین. این دو قدم اول، یعنی انتخاب وکیل و انتخاب مرکز منطقه‌ای، بسیار بسیار مهمه و سرنوشت پرونده شما تا حد خیلی زیادی به این دو قدم اول بستگی داره. یعنی اینکه هم وکیل خوبی رو انتخاب بکنین که متخصص باشه در زمینه ویزاهای سرمایه گذاری EB5 و هم یک مرکز منطقه‌ای رو انتخاب بکنین که ریسک سرمایه گذاریتون تا حد ممکن کم بشه. ما سعی می‌کنیم که برای این دو مرحله مهم، یعنی انتخاب وکیل و انتخاب مرکز منطقه‌ای، ویدیوهای دیگه‌ای رو اختصاص بدیم که اونجا بتونیم به تفصیل در مورد این صحبت کنیم. بعد از اینکه شما وکیلتون رو انتخاب کردین و مرکز منطقه‌ایتون هم انتخاب کردین، با مرکز منطقه‌ای قرارداد می‌بندین و سرمایه‌تون رو منتقل می‌کنین به اون حسابی که تعیین میشه برای سرمایه‌گذاری شما در آمریکا و بعد پرونده شما توسط وکیل مهاجرت تکمیل میشه و به اداره مهاجرت فرستاده میشه. اداره مهاجرت پرونده رو بررسی میکنه و اپلیکیشن یا اون درخواست اقامت دائمی از طریق سرمایه گذاری که به اون I-526 یا I-526 میگن رو تایید میکنه. در حال حاضر مراحل تایید پرونده های سرمایه گذاری توسط اداره مهاجرت یه چیزی حدود 9 تا 10 ماه طول میکشه. بعد از اینکه اداره مهاجرت پرونده شما رو بررسی کرد و تایید کرد، پرونده میره به مرکز ملی ویزا در وزارت امور خارجه. وکیل امور مهاجرت شما در اونجا کار گرین کارت شما و خانواده رو انجام میده. بعد از اینکه اون مرحله هم تکمیل شد، پرونده منتقل میشه به یکی از سفارت‌های آمریکا در نزدیکی محل اقامت شما که برای کسانی که در ایران زندگی میکنن معمولاً مصاحبه ها رو در ابوظبی امارات یا آنکارا در ترکیه یا ایروان در ارمنستان میذارن. شما تشریف میبرین برای مصاحبه به همراه خانواده و بعد ویزای ورود رو میگیرین برای اینکه به آمریکا تشریف بیارین. بعد از اینکه وارد آمریکا شدین، گرین کارت اولیه یا کاندیشنال به آدرس شما در آمریکا ارسال میشه. گرین کارتی که اول صادر میشه گرین کارت موقت 2 ساله هست و بعد از 2 سال باید که دوباره درخواستی به اداره مهاجرت داده بشه برای اینکه این گرین کارت در حالت مشروط یا 2 ساله به گرین کارت دائم تبدیل بشه. شرط اینم که گرین کارت بتونه از حالت مشروط به دائم تبدیل بشه این هست که سرمایه گذاری شما در اون مرکز منطقه‌ای ادامه پیدا کرده باشه. یعنی اینکه شما پولتون رو از اون مرکز منطقه‌ای بیرون نیاورده باشین و همین که مرکز منطقه‌ای تونسته باشه بر اساس اون برنامه بودجه‌ای که به اداره مهاجرت داده اون شغلایی که باید ایجاد می‌کرده رو ایجاد کرده باشه. در مراحل بعدی در مورد هر کدوم از این استپا و مراحل بیشتر با شما در ویدیوهای بعدی صحبت خواهم کرد. متشکرم. خدا نگهدار.